وقتتان بخیر هموطنان عزیز، امید که هر کجایی هستین خوب و سرحال باشید. هموطنان عزیز، قسمی که میفهمین افغانستان کشوری هستند که با مشکلات زیاد روبرو هستند و بخصوص اطفال در این زمینه آسیب‌های زیادی دیدن. اما باز هم اطفال نازنین داریم که به هر صورتش از خود همت نشان دادن و آمدن کار کردن تا آینده خود را رقم بزنن. امروز هم در کنار من دو طفل خیلی موفق هست، ورزشکار هست و در رشته وشو کار میکنه. با شما هم ما را همراه باشید و بیشتر از زبان خودشان بشنوید که چی کارها را انجام میدن. خب دوستای عزیز، در کنار ما یکی کی است و خودش برتان میگه. سلام. سلام و شما و بینندگانی که ما را از پشت تلویزیون میبینن. نامت، سندت و ای که چی کار میکنی؟ نام فرنگیز است، 10 ساله است. هم در بخش ورزش وشو کار میکنم. خب در کنار ما یک دوستشان هست، ازشان میپرسه. نامت؟ سهر. چند سال هستین؟ 9 سال هستم، صنف 4 مکتب. خب وشو کار میکنی تا؟ آه. خب از این بگو که چقدر دیر میشه تو وشو کار میکنی؟ 3 سال میشه که من وشو کار میکنم. خب سهر جان، از این بگو چی انگیزه باعث شد که بیای وشو کار کنی؟ به خاطر که مادر من ورزش میکرد، من دلم شد ورزش کنم. خب مادران تان دیگه ورزشکار است؟ مادرم یوگا میکنه، ورزشکار یوگا. خب سهر جان، از این بگو بر من که در مکتب چندم هستی؟ مکتب ما اول نمره یا دوم نمره نداره. گروپ داره دیگه، گروپ الف ب جیم. اما قسم رده بندی میشه؟ نه هیچی نیست. خب از یگان خاطری که در مکتب داشتی بر ما بگو. خاطری ندارم، فقط یک بار مکتب مهرگان رفتم و یک پسر به من لغت میزد و بجای که خود من بفتم خودش رفتید. میخواست تو رو بندازه که خودش افتاد. فرنگیز جان بر ما میگه که چی باعث شد بیایی وشو کار کنی و بیایی یک کار انجام بدی که بتونی در آینده درخشان داشته باشی. چی؟ گفتم چی باعث شد که بیایی وشو کار کنی؟ به خاطر که تمام خانواده ما ورزشکار بود. مادر ما ورزش دوست داشت. از استاد صادقی خواهش کرد که به ما وشو یاد بده. وشو یاد بده. چقدر دیر میشه وشو کار میکنی؟ 3 سال. 3 سال میشه. کدام خاطره جالب از جریان تمرین داری؟ نکنم. از جریان مکتب چطور کدام خاطره خوب یا تلخ که داشته باشی؟ دارم. خودت میفهمی. دوستای عزیز، قبل از اینکه برنامه شروع شود، فرنگیز جان ای که دلیلی که آمد وشو کار کرد بر ما گفت حالا هم کم استرس داره، میخوایم ما بر شما بگویم. فرنگیز جان در دوران مکتب که میرفت با چند از پسرها جنگ کرده بود. وقتی که آمد امرای دوستایش رفتن که امرای بچه ها مقابله کنن، یعنی جنگ کنن. باز دیگه دوستایش ترسیده بود رفته بود، اما فرنگیز جان مقاومت کرد. چی میگه، دخترها همیشه با غیرت هستن و یکی از دخترها فرنگیز جان است که امرایشان جنگید و بالاخره موفق شدی فرنگیز جان؟ شدم. همیشون له شدم. همیشون زرک. خب فرنگیز از این بگو که صرف تیکت و تقدیرنامه اینجا هست، بر ما درباره از یا بگو. اولیش که از مدرسه شاولینگ وشو، درباره از این بر ما بگو که چند سال پیش گرفتی و 2.5 سال پیش. 2.5 سال پیش گرفتی. از طرف فدراسیون گرفتی؟ نی.
فدراسیون ملی وشو گرفتی؟ بله. خب چی حس داشتی که در وقتی که برسن مربی داد دیگه؟ مربی داد تیره؟ چی حس داشتی وقتی تیره گرفتی؟ یادم رفته 2.5 سال پیش بود. خوش بودی یا دیگر خون؟ خوشحال بودم. خوشحال. خب درباره از اینایشان بر ما بگو. دو دانه دیگه هم هست دوستا. بگی؟ ایره چند سال پیش گرفتی؟ ایده یادم نیست. یادش نیست چند سال پیش گرفته، اما ایره هم از مدرسه شاولینگ افغانستان گرفته. بعد از کدام درس ایره برتان داده دیگه؟ تمرینات بودن؟ دوستا تمرین داشتن. بعد از مدتی که تمریناتشان به پایان رسید گواهنامه را برشان دادن و از سحرجان هم هست. سحرجان از خودت یادت است؟ بگی چند سال پیش گرفتی؟ تقریبا 2 سال پیش. یادم نمیاد، بخاطر خیلی وقت پیش بوده. نام خدا خیلی اطفال ما در افغانستان موفق هستند. اگر برشان توجهی صورت بگیره، خانواده ها برشان حمایتشان کنه، چیزایی که میخواین برشان مهیا بسازن، میتونن هر طفل در هر جایی که باشن پیشرفت کنن و از خود مقاومت نشان بدن. و یکی دیگر هم است و سحرجان از این بگو که در خانه کی زیاد تشویقت میکنه؟ مادر پدرم. و یگان وقت تمرینشون جنگ میکنی؟ نه، یگان حرکت میری بالایشان؟ یگان وقتی که حوصله ندارم، وقت سر میره. میخوای داینده چی کاره شوی وقت مکتب خلاص کنی؟ هنوز خیلی وقت است نمیفهم. نمیفهمی؟ هنوز تصمیم نگرفتی؟ نه. میخوایم که فرهنگیز جان بر ما درباره وشو بر ما بگوید که اطفال تا چند سالگی، از چند سالگی باید شروع کنه و آیا کدام زبان مشخص داره که رها کنه یا نه؟ خودت در چند سالگی شروع کردی؟ از 7 سالگی. چند؟ 7 سالگی. از 7 سالگی شروع کردی. بچه های 1 ساله میتونن ورزش کنن. بچه 1 ساله میتونن ورزش کنن. دخترها چطور؟ نمیتونن، فقط اونا نمیکنن. میتونن اما نمیکنن؟ بعضیشون میکنن. بعضیشون میکنن. خب فرنگیز از این بگو که چی است در مکتب زیادتر با بچه ها زیاد میخوایی که رقابت داشته باشی یا با دخترها؟ نه اصلا همشون میخوان فراموش کنم. کلشون میخوای فراموش کنی فقط خودت پیش بیری؟ فرین خیلی دوستای عزیز، خیلی دختر قوی با استعداد و همچون جرأت خیلی خوب داره، میخوای خودش با پیش بره، با امرای هیچ کس رقابت نداشته باشه. فرنگیز از این بگو که در خانه مادر جانتان گفتی ورزشکار است، پدر جانتان وقتی که میاین در خانه کدام حرکتی که خیلی برای جالب باشه از اونا یادت است که او حرکت دیده باشی و تو هم سرشوق شده باشی که ما بیایم ورزش کنم؟ یادم نیست. من همیشه اومدم در خانه ورزش میکنم. همیشه در خانه ورزش میکنم. وقتی خوردم بودم خب من یادم نیست چی. یادت نیست؟ خب از این بگو که در خانه بدون تو مادر جانت و پدر جانت کدام خوار بیادر دگام داری که ورزش کنه؟ همین ما ورزش میکنیم. مادر کلان ما ورزش میکنه. خود دوستایی که خانواده کاملا ورزشکار و همه قسم است که وقت خانواده حمایت کنن میتونن اطفال به پیش برن و ورزش کنن. آل سحرجان از این بگویه بر ما که از نگاه جسمی که قوی شدی نشدی و از نگاه ذهنی چه قسم وقت بودی و حاله؟ از جسمی یکم ترسم کمتر شده بود دیگه. حال دیگه قوی شدی از وقت کردن؟ از وقت قوی تر شدم، احساس غرور میکردم.
خب دوستای عزیز، میخواهیم که از هر دو نازنین پیامایشان بشنویم و همچنان نگفته نمانه که ویدیوهای فرنگیز جان و سحر جان هم است که در جریان از برنامه بر شما عزیزان میمانیم که ببینین و اول از فرنگیز جان شروع میکنیم. پیام به مردم است که همیشه با هم دیگه مهربان باشیم، از زمین خوب نگهداری کنیم و ورزش کنیم و من از استادای خود تشکری میکنم که به من ورزش دادن، استاد صادقی، استاد خاوری و استاد سیما و استاد سریا. میشنویم پیام سحر جان. پیام به مردم عزیز هست، به همسن سالا و کودکان است که ورزش کنند تا سالم باشند و از استادایم تشکر میکنم به خاطر که به ما تمرینات دادن، از استاد صادقی، از استاد حسین صادقی، استاد خاوری و استاد سیما. پیام هر دوشان خیلی هم زیبا بود. همیشه ورزش کنین، صحتمند باشین و خانواده عزیز همیشه اطفال نازنینتان تشویق کنین از اینکه بیاین درس بخوانن، ورزش کنن، از خود مقاومت نشان بدن، چون اطفال و نوجوانان هستند که آینده سازان کشور ما هستند. دوستان عزیز، این بود برنامه امروزی ما. تا برنامه بعد و دیدار بعد که باز هم اطفال خیلی نازنین را با خود می داشته باشین. همه شما عزیزان با خداوند یکتا بی همتا می سپارم. شب روزتان خوش. الا نگهدار.